بچه ها همه مهربون سلام چطوری؟ سلام بچه ها کامان سلام بچه ها چطوری؟ خب آقا خوش اومدید به این ویدئوی سعی کن نخندی. من شکیلا هستم، مبینا هستم، فاطمه هستم، دوباره مبینا هستم. آقا تمامش کرد. آره مبینا پیشیش هستش. ها؟ میخوایم که دهنمون رو پر آب کنیم و سارا پشت صحنه برامون یه سری جوک‌ها رو میخونه. ما به سعی کنیم که نخندیم، چون اگه بخندیم آبه میریزه بیرون دیگه. عجب. بعد چیکار بکنیم؟ قانون چی بود بعد این؟ هر کس 3 بار این آبه بریزه بیرون از دهنش میره بیرون که بعداً آخر سر باهاش کار داریم مجازاتش میکنیم جلوی دوربین. ولی از اینجا از این صحنه میره بیرون تا به 2 نفر برسیم و قهرمان مشخص شه و جام رو بگیره. خب بریم. رفتم تو مغازه گفتم هنگ درامو رو آپدیت کنیم، باز هنگه. گفت اونی که دستت تاره. گفتم شفافش چند؟ میدونی وقتی کشتی ها ترمزشون خراب میشه کجا میرن؟ میرن تنگه ترمز. اگه ساعت بامداد نتونستید بخوابید اگه ساعت 1 بامداد نتونستید بخوابید، ساعت 2 با خودکار امتحان کنید. با مداد خودکار. بابا فاطمه اومدی جنگ بخند. خب فاطمه هم یه بار رفتن صرافی گفت چی میخوای؟ گفتم درهم. گفت 100 تا دلار 50 تا یورو 20 تا پوند. درهم. میدونستی یه گونه ماهی درونگر رو داریم بهش میگن اوزون درون؟ میدونی ورزش مورد علاقه جیگرکیا چیه؟ کبدی. ببین ما باید تلاش کنیم همون بخندیم، کلا باید تلاش کنیم هی بقیه ببازن. دیگه میدونین کیا میرن کشتی آزاد؟ کسایی که تو کشتی سراسری قبول نشدن. چقدر خنک. بریز یا ابوالفضل. دیشب به بابام گفتم بابا خیلی دوست دارم. دستشو گذاشت رو شونه و گفت بیا دوست من باشیم، پول ندارم. یه شما غیر از دستشوی خونتون نمیتونه جای دیگه برین، اینجا فقط انه من غیر اجتماعیه. خیلی خوب. حاجی اول مبینا بود. حاجی تو هم الان 2 تا شدی. حاجی اول مبینا بچه اون بابا چه ربطی داره؟ خیلی خب 2 بیسته بابا دوستان خدا نگهدار. میگه تو هواپیما رفتم دستشویی، وقتی برگشتم دیدم دختری که بغل دستم نشسته بود اومده سر جای من نشسته. میگه بهش گفتم چرا جای من نشستی؟ میگه فکر کردم پیاده شدی ابله. خب بچه ما رسیم به همین نهایی. مبینا 1 من 2 هم. بعد دیگه الان روبروی همین که خیلی سخت تر شد بازی. بگم میدونی وقتی سیگارا خوشحال میشن چی میشه؟ توتونشون عروسی میشه. دیگه تموم دیگه. نوبت نباشه، نوبت مجازات کردنه. بیا تو کات، بیا تو کات. فاطمه بیا تو کات. فاطمه که ما رو تماشا کردید الان باید بگید لایک و کامنت
معلومه که نه. بچه آب لیوان ماهورا همش توفه دیگه مال خودم. همونو مصرف میکنه خدایا. کف میکنه آبش. ماها اما بریزیم روش. اهمیت قائل باشیم در بردن. خداحافظ بچه‌ها.